آقای علیرضا زکیپور نماینده سازمان لیگ و آقای حیدر شکور ناظر داوری این مسابقه. بازی که حالا شروع شده و همین ابتدایی کار داور اعلام خطا میکنه برای آبی‌پوشان گلگهر. یک تکل از زنده رو و توپی که میرسه برای آشوری. حالا ممنونزاده از راست، جفرسون در مقابلش پا عوض میکنه، میتونه میفرسته توپش رو و از این طرف به بیرون میره. کوشکی بازیکنی که از فولاد به گلگهر اومده، یه پا عوض میکنه، میزنه به تو، دو سه بازیکن رو جا میذاره، یه برخورد و پنالتی. چه کسی هم پنالتی گرفت. همین الان داشتم میگفتم که کوشکی بازیکنیه که از فولاد به گلگهر اومده. یه بار دیگه ببینید، 3-4 بازیکن رو ریخت روی هم و زد به خط دفاعی فولاد. از این نما هم ببینید و اینجا در نهایت خطایی که سینا مریدی مرتکب شد. حالا احساس ناراحتی هم میکنه. چه خواهد کرد با این پنالتی؟ زنده رو با پای چپ میخواد بزنه، میزنه و گل در خلاف جهت حرکت گردان. احمد رضا زنده رو اولین گل رو برای گلگهر سیرجان در لیگ جدید به ثمر میرسونه و خوشحالی بازیکنان و هواداران سیرجانی رو شما میتونید در تصویر ببینید. واسعی در میانه میدان یه پاس خوب رو میفرسته به جناح چپ، فرصت، ارسال و چیزی نمونده بود که روی یه اشتباه حتی دروازه خودشون رو باز کنن گلگهری ها. علیزاده دخالت میکنه، آشوری باریکلا، زنده رو تو میده، یه شوت از راه دور به هر دو تیر میخوره، در برگشت هم گل نمیشه. چه صحنه ای، چقدر شانس داشت اخباری و چقدر کم شانسن این فولادی ها. از اینجا شروع شد، اینجا زنده رو اشتباه کرد، این واسهیه روی پای چپ خورد به این تیر، خورد به اون تیر و تیربارون و مهران گلزاری حالا جلو میزنه. یه پاس خوب، فرصت برای گلگهر، ضربش هم میزنه و گل برای گلگهر. نوید آشوری فوق ستاره گلگهر دروازه فولاد رو باز میکنه. این مهران گلزاری منو یاد مهدوی کیو انداخت، چطور جلو اومد، یه پاس استثنایی، یه ضربه حرفه‌ای و دروازه‌بان و خط دفاعی تیم فولاد کاری رو نتونستن انجام بدن. هر چقدر هم شاهین توکلی سعی کرد نتونست مانع از گل شدن این ضربه خوب آشوری بشه و سوت پایان نیمه اول با نتیجه 2-0 به صدا در میاد. انشالله در آغاز نیمه دوم در خدمت شما خواهیم بود. حالا فولادی ها صاحب توپ هستن در خط دفاعی، توپی که دور میکنن در میانه میدان، عباس زاده کنترل میکنه، خودشو میرسونه زنده رو از راه دور و که در چارچوب نیست و به بیرون میره. آشوری یه لحظه تعادلش از دست میده، توپ لو میره، عباس زاده از فولاد سایه میزنه، دوباره خودش توپو میگیره، حالا برای انصاری که جلو کشیده، عباس زاده از راه دور خطرناک و توپی که با دخالت اخباری به بیرون میره، میتونه توپشو بفرسته. یه لحظه برخورد میکنه به پای مدافعین فولاد. حالا آشوری فرصت برای شوت زنی داره برای رزاقپور، یه ضربه و در مسیر توپ به خوبی قرار میگیره شهاب گردان. مهران گلزاری یه بار دیگه فرصت برای عباس زاده که درگیر بود با گلزاری، اما توپش با اختلاف زیادی به بیرون رفت. نفوذهای او استفاده کنه، یه فرصت و گل. چه کسی گل زد؟ علیزاده. چه گلی، چه ضربه سری، به چه شکل تمام حرفه‌ای این توپی که فرستادن. این ضربه سر از زیر دست دروازه‌بان فولاد رفت و به تور دروازه بوسه زد. خوب در مسیر توپ قرار گرفت علیزاده. آبشک میاره روی پای راستش، یه شوت و باز هم واکنش فوق‌العاده اخباری. برزای میزنه و توپش با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون میره. با پای راست
یه لحظه اونجا شلوغ میشه، یه فرصت باری کلا به این اخباری گل بخور نیست. عالی کار کرد امشب. سوت پایان بازی رو کوپال ناظمی به صدا در میاره.